کشاورزان و خواجگیداران اهالی ناحیه جبار رسولوفی ولایت سوخت در استفاده عاقلانه با ثمر زمین‌های کارم خواجگی پرزیدنت نزدی حولگی صاحب تجربه و در ولایت از منطقه‌های اساسی تامین کننده بازار استعمالی با محصولات کشاورزی خصوصا سبزیجات میباشند. سهم ناحیه کشاورزان و اهالی طی سالهای آخر در افزون نمودن بازده زمین، بلند برداشتن حجم استحصال محصولات کشاورزی نظررس بوده. سال گذشته 2022 سهم کشاورزان در استحصال محصولات کشاورزی زیاده از 922 میلیون سامانی مبلغ را تشکیل داده. در 9 ماه سال 2023 این نشان دهنده بیش از 727 میلیون سامانی می باشد. از این حساب زیاده از 26,000 تن را سبزیجات در بر میگیرد. الحال خواجگیداران حاصل پخته، شالی، سبزی، جواری مکه برای دان، کرم، قلمفوری بلغاری، شلغم، انواع میوه های پخته رسیده، خرما، بیهی، انار و غیره میگون دارند و حاصل پیاز را پر جمع آوری نمودند که حاصل ناکی میانه 400 سنتنری را تشکیل داده است. این حاصل کشتی تکراری است. خواجگیداران حاصل کشتی تکراری را تا آخر ماه نوامبر پر جمع آوری می نمایند و در زمین های از کشت آزاد شده کشتی زراعت می گذرانند. دورنمای کشتی تیر ماهی در ناحیه زیاده از 2000 گکتار بوده. تا این مرحله در 1550 گکتار کشتی تیر ماهی غله‌دانگی ها گذرانیده شده. در 1000 گکتار سبزیش سراسری گندم که نسبتاً بر وقت کشت شده بود تامین گشته است و در 80 گکتار کشتی بر وقتی پیاز عملی گردیده است. این ثمره کار کشاورزان و اهالی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جبار رسولوف در تامین هدف امنیت آذوقه‌واری کشور است که از دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان منشأ می‌گیرد. این شب و روز مرحله مهم و اساسی جمع‌آوری حاصل پخته می باشد. امسال خواجگیداران در 5600 گکتار پخته کشت نموده و مشاهده ها نشان می دهند که در همه 5 جماعت های کشاورزی ناحیه دهمای غولک‌انداز، حیات نو، سامانیان، گلخانه حاصل پخته فراوان و امکانیت تامین دورنمای استحصال پخته موجود است. بنا به معلومات آماری در یک روز 164 تانه یا خود به اندازه 138% پخته جمع‌آوری گردیده. از آغاز معرکه حاصل غنداری آن به 5952 از 4 تانه یا 36.5% دورنمای سالانه استحصال پخته برابر گشته است. طبق دستور و وظیفه گذاری رئیس ولایت سوخت که با نتیجه گیری از نشان دهنده های ساحه ها در 9 ماهه سال 2023 برمی آید، نزد رئیسان شهر و ناحیه ها خصوصا منطقه های پخته‌کار ولایت مسئولین ساحه‌های کشاورزی وظیفه دار گشتند که صورت چینش پخته را وسعت داده حاصل موجوده را به تلف و سری وقت جمع آوری نمایند و همزمان کشتی تیر ماهی در همه منطقه های کشاورزی ولایت باید 100% تامین کرده شود. این عامل تامین قناعت بازار استعمالی با محصولات کشاورزی استحصال خودی پیشگیری از بالاروی ارزش محصولات است. کشاورزان و سهامداران خواجگی ها، نمایندگان کسبی کار و گوناگون، خصوصا اهل معارف ناحیه در این مرحله مهم در جمع‌آوری حاصل پخته سهم شایسته دارند. با اشتراک در این معرکه مهم مؤسسه های مکتبی تا مکتبی مثلا در یک روز به حساب میانه 71 کیلوگرمی پخته میچینند که تا این مدت 17962 تانه را تشکیل داده است. امروز کشاورزان ناحیه جبار رسولوف برای سری وقت ونوچین نمودن تمام محصولات های کشاورزی پخته رسیده به صحرا برآمده زحمت کشیده ایستادند و چه خیلی که امروز دیده ایستادیم برای سری وقت و بی‌تلف جمع آوری نمودن حاصل به دست آورده مرد دهقان تمام تشکیلات و کارخانه های ناحیوی برای یاردن برآمدند و در صحرا امروز زیاده از 4000 چنکچیان اشتراک دارند و هر روز به خرمنی ناحیه به خرمنی ولایت زیاده از 200 تن پخته جمع آوری کرده سپاریده شده ایستاده است. تمام کشاورزان امروز جد و جهد دارند که تمام قوه را سفربر نموده تا که حاصل پخته رسیده دهقان را سری وقت در مهلت‌های اپتیمالی چیده به خرمنی دولت سپارند. برای اجرا نمودن دورنمای استحصال پخته امروز تمام امکانیت هست و چه خیلی که دیده ایستادیم در صحرا پخته با پررگی شکفته است و ما میتوانیم تمام قوه را سفربر نموده تا پخه آخرین پخته به دست آورده را چیده به خرمنی ولایت سپاریم.
الحال در همه شهر و ناحیه‌های پخته‌کاری ولایت سوخت رفت جمع‌آوری حاصل پخته جریان دارد و حاصل استحصال گردیده پورا به کارخانه‌های پخته تازه‌کنی وارد گردیده از کارکردی خوش صفت برآورده می شود. در ناحیه جبار رسولوف کارگاه و جمعیت‌های شمس 777 ارگانیکیان و ساربان اگراد در اساس شرطنامه همکاری با خواجگی‌ها حاصل پخته را وارد و کارکرد و ذخیره می نمایند. پخته، نخی پخته، اشیای خامی صنعتی در رشد صنعت سبک محصولات اساسی است و در ولایت سوخت طبق نقشه‌های رشد اقتصادی اجتماعی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت تعداد کارخانه‌های ساحه می‌افزاید و رشد ساحه پخته‌کاری و استحصال پخته امکانیت می‌دهد که کارخانه‌های ساحه با نرخ پخته استحصال وطنی تامین کرده شوند.